أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. اینی که امروز امام زمان میدوننش که 2 سالگی رفته سرداب پنهان شد، این هیچ بشری ندیده. پدر مادرش فرزندی هم که نداشتن. مقصود چیه؟ مقصود کلک بازی. ای شیعیان، ای ارجمندان، بیدار شوید، به دین خود احترام قائل شوید. خداوند روز قیامت از دینتون ازتون سوال میکنه. این ضلالت ها را به خودتون داده‌اند، این بت ها را به خودتون داده‌اند، درست مثل همون بت ها و ضلالت هایی که کشیش ها به خورد مسیحیان داده‌اند، خاخام ها به خورد یهودیان داده‌اند، موبد ها به خورد زردشتیان داده‌اند، کریشنا ها به خورد هندوها داده‌اند و هکذا. همه کور و کرانند اندر این راه، همه با وهم میگویند الله. ولی قرآن در میان مسلمانان باشه و باز هم مردم چنین گمراه باشند، این خیلی خیلی باعث تعجبه. و خلاصه که ادعا کردن که نه آقا، محمد ابن حنفیه رفته تو کوه رضوی، بعدا برمیگرده. هنوز از 12 امام خبری نیست، از 11 امام هنوز خبری نیست. بعدش از میان همین ها فرقه بیانیه، فرقه هاشمیه، اینا قائل شدند که امام کیه؟ عبدالله ابن محمد حنفیه. دوباره بعد از موتش غلو کردند، 4 فرقه شدند. فرقه ای گفت که امامت از عبدالله بن معاویه بن عبدالله بن جعفر بن ابی طالبه و چنان غلو کردند که او را خدا کردند. همچنان که امروز بت پرستان امامیه قائل به الوهیت حجت اصلی هستند که ولی جرأت اعلام کردنشو ندارن. صاحب الزمان یعنی چی؟ یعنی خدا دیگه. زمان خدا خلق کرده، هر که بگوید صاحب الزمان بت پرسته. آقا این جملات بفهمید یعنی چی؟ اگر آخوندهای مدعی امامت، بت پرستان امام پرست راست میگویند، فریبکار نیستن، مکار نیستن، تلویزیون بازه یه ایمیل بزنن میاریمشون همینجا با هم حرف میزنیم. فقط ثابت کن که امام زمانی هست، تموم شد، ما همه شیعه میشیم علنا در میان مردم.